با این ویدیو دیگه نیاز نداری از کسی آموزش کباب کویده رو یاد بگیری. برای هر 1 کیلو کباب 600 گرم سردست گوساله، 400 گرم قلبگاه گوسفندی، 12 گرم نمک، 2 گرم فلفل سیاه، 3 تا 5 گرم جوش شیرین، زعفرون رو بهش اضافه میکنیم، میکسش میکنیم، دوباره چرخش میکنیم. نحوه سیخ گرفتن کباب لقمه: 180 گرم گوشتمون رو چونه میکنیم. به این صورت گوشتمون رو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. گوشتمون باید 4 سانت از نوک سیخ فاصله داشته باشه. 4 انگشتمون رو میزنیم به آب، با 60 انگشت گوشتمون رو میاریم رو به پایین، برش میگردونیم. به این صورت دوباره با 60 انگشت گوشتمون رو میاریم رو به پایین، ته سیخمون رو میگیریم. به این صورت دو طرف کبابمون که صاف شد به این صورت نقش بهش میندازیم با 60 انگشت. به همین راحتی درست کنید. کبابمون رو مدادی شکلش میدیم، به 2 قسمت تقسیمش میکنیم، گوشتمون رو به سمت پایین هدایتش میکنیم، برش میگردونیم. به همین صورت سر و ته کبابمون که یکسان شد برش میگردونیم، به این صورت گل میندازیم بهش. به همین راحتی. اگه میخوای هر روز بهتر از این روز باشه حتما فالو کن. کباب بدون سیخ مزه کباب نداره. هیچ کبابی هم کباب بازار نمیشه، حتی کباب دربار. کباب باز داغ داغ با سیخ به نیش کشی، گوشت بخور جون بگیری، شام و وقت عصرونه بخور، سبک و مقفی.